امروز دوشنبه 16 مهر 1371 بازپرس حمید گودرزی در حال وارد شدن به اتاق کارش بود، اما به محض ورود با عجیبترین و ترسناکترین خبر کاریش مواجه شد. خبر زنی که با چندین ضربه چاقو به قتل رسیده بود و جنازه او به آتش کشیده شده بود و هیچ کس نمیدونه که کار کی بوده. این داستان مخوفترین قاتل زنجیره‌ای ایرانه. قبل از هر چیزی بیاید زندگی نامه این فرد رو تا سن 20 سالگی با هم مرور کنیم. غلامرضا خوشرو مرقب به خفاش شب در سال 1343 در اطراف فاروج به دنیا آمد، ولی او به دلایل خاصی در سن 9 سالگی از خانواده خود جدا شد و یک زن سرپرستی او را بر عهده گرفت. خفاش شب تا سن 20 سالگی چندین فقره سابقه سرقت در کارنامه خود داشت و تا 20 سالگی قسمت از زندگی خود را در زندان و کانون اصلاح تربیت گذرانده بود و میشه گفت این مهمترین عاملی بود که باعث شد این فرد به یکی از مخوفترین قاتلان زنجیره‌ای ایران تبدیل شد. او قبل از قتل‌های متعدد خود در سال 1371 با سوار کردن زنان و به سرقت بردن طلا و جواهرات و تجاوز کردن با آنها کار خود را شروع کرد و این کار را با همدستی فرد دیگری انجام میداد. در حالی که خفاش شب راننده بود، شریک جرم او با لباس زنانه در پشت ماشین قرار می گرفت تا بتونن با این کار اعتماد زنان را به خودشون جلب کنند. تا قبل از قتل‌های پی در پی، تماس‌های زیادی با مرکز پلیس مبنی بر مزاحمت یک ماشین در نیمه‌های شب داده می‌شد و به خاطر این بود که پلیس به این موضوع خیلی مشکوک شد تا موقعی که اولین قتل رخ داد و پلیس تهران سریع وارد پرونده شد و با پیدا کردن سرنخ‌های خاص هر دوی اونا را دستگیر و زندانی کرد. ولی در زمانی که در حال انتقال خفاش شب به دادگاه بودند، او موفق به فرار شد، اما همدست او را به دلیل جرایم اعدام کردند. و خفاش شب بعد از فرار کردن تصمیم میگیره به مشهد بره و دوباره دست به سرقت‌های بیشتری بزنه، ولی اونجا هم بعد از مدتی دستگیر میشه و به خاطر اینکه هویت اصلیش لونره، خودش رو به عنوان یک فرد روز جا میزنه با اسم مستعار ستار و پلیس براش پرونده جاسوسی درست میکنه. ولی هنوز پلیس نمیدونه که این همون قاتل زنجیره‌ای هستش. چالش اول، دستگیری مجدد مجرم. بازپرس پرونده در یک عمل زیرکانه تصمیم میگیره که این قتل‌ها رو به صورت داستان‌های جنایی در روزنامه‌ها انتشار بده و شماره خودش رو به همراه مشخصات کلی که از قاتل داشتن رو هم زیر روزنامه ذکر کنن و به خاطر همین موضوع یک فرد با هویت نامعلوم با خواندن این داستان‌ها متوجه میشه که قاتل چه کسیه و پیش بازپرس پرونده میره و آدرس خونه برادر قاتل رو میده. پلیس سریعا خانه برادر اون زیر نظر میگیره و بعد از یک غافلگیری وارد خونه میشه. اونا بعد از وارد شدن و بازرسی خانه با صحنه عجیبی مواجه میشن. صحنه‌ای که همه رو شوکه کرد. نیمی از وسایل مسروقه قربانی‌ها و حتی قسمتی از موی سر اونها که با خشونت کنده شده بود در خانه پیدا شد. ولی در کنار اون همه وسایل یک ظرف غذا وجود داشت که نظر همه رو به خود جلب کرده بود، که بعداً مشخص شد که این ظرف غذا متعلق به یکی از قربانی‌ها هستش که قصد داشت با نامزد خودش در 13 به در به سفر برن، ولی بعد از آماده کردن غذا در کنار خیابون منتظر میمونه تا تاکسی بگیره که خفاش شب این قربانی رو سوار کرده و مورد قتل قرار داده و ظرف غذای اون رو به عنوان یادگاری برداشته. پلیس بعد از جمع کردن آثار جرم در خانه قصد رفتن داشت، ولی یهو یک لکه بزرگ روی سقف انباری نظر همه مامورین رو به خود جلب کرد و اونا سریعا اقدام به تخریب اون قسمت کردن و دیدن که تمامی طلاها و جواهرات قربانی‌ها توی سقف انباری مخفی شده بود و به خاطر همین پلیس تحقیقات بیشتری رو انجام میده و در آخر متوجه میشه که قاتل همون سارق با اسم مستعار ستاره. در این لحظه جواب تمامی سوالات کشف شد و بازپرس پرونده خواست که یک مصاحبه کامل با اعضای خانواده قاتل ضبط شه و در یک شبکه تلویزیونی منتشر شه و به خاطر پیدا کردن بیشتر مستندات و آثار جرم، غلامرضا خوشرو مجبور شد که به تمامی قتل‌های خودش اعتراف کنه و تمامی صحنه‌های قتل رو به پلیس نشون بده و در روند این کار تمامی اموال مسروقه مقتولین هم پیدا شد. قاتل به خاطر قتل‌های عجیب و غریبی که انجام داده بود باعث شد که پزشکان اون تحت نظر قرار بدن تا بتونن بیماری اون رو کشف کنن. قاتل دارای بیماری اختلال شخصیت ضد اجتماعی بود که این یک بیماری روانیه. کسانی دارای این بیماری هستند که یا در کودکی مسائل خاصی برای اونا پیش اومده و یا به تدریج این بیماری درون اونا سرایت کرده. این بیماری به قدری خطرناکه که پزشکان تشخیص دادن که نباید با زندانیای دیگه هم سلولی بشه و یا حتی در بیمارستان‌های روانی کنار بیمارای روانی نباید قرار بگیره، چون کسانی که شامل این بیماری هستن هیچ درکی از غم، شادی یا همدردی ندارن. یکی از روزها در حالی که خفاش شب در پارکی در پونک خوابیده بود، پلیس به اون مشکوک میشه و اون مورد سوال و بازپرسی قرار میده. توی جیب اون کلید یک ماشین رو پیدا میکنن. کلید متعلق به ماشینی بود که در
در خیابانی کناری پارک شده بود. وقتی ماشین رو پیدا کردن و در صندوق عقب رو باز کردن، شاهد دیدن طناب‌های خونی، آلات قتاله، رده‌های اثرات انگشت و قطره‌های خونی که در همه جا پاشیده بودند. سرانجام غلامرضا خوشرو سال 1376 ساعت 7 صبح در ورزشگاه آزادی پای چوبه دار رفت و به دار آویخته شد. اگه به این سبک از این ویدیوها علاقه دارید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و توی کامنت ها بهمون بگید که ویدیوی بعدی راجع به چه موضوعی باشه.